بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهد الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف انداه متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. انداه متعال رو سپاس از اینکه این فرصت نصیب راه ما شد تا به همراه شما سروران در اولین قسمت از مجموعه برنامه‌های شرح معانی آیات و تفسیر آیات سوره مبارکه البقره در خدمت شما خوبان و سروران باشین. سوره مبارکه عظیمی که بزرگترین سوره قرآن کریم است. سوره مبارکه البقره 286 آیه دارد. 286 آیه این سوره سبب شده تا این سوره به عنوان بزرگترین سوره قرآن کریم شناخته شود. 48 صفحه از این مصحف یعنی قرآن عثمان طاها رو به خود اختصاص داده است و نزدیک 2.5 جزء از قرآن کریم است و به همین اساس بزرگترین سوره کلام الله مجید از تعداد آیات است و محتوای بسیار عظیمی رو در خود جای داده است. دومین سوره قرآن کریم است بعد از سوره مبارکه حمد که در آغاز قرآن کریم قرار گرفته است و خلاصه کل قرآن کریم است. سوره مبارکه بقره در ابتدای قرآن کریم در دومین صفحه خود را به ما نشان می‌دهد. سوره مبارکه عظیمی که در فضایل آن روایت‌های مهمی از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نقل شده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اقرأوا الزهراوین البقره و آل عمران. زهراوین را بخوانید، بقره و آل عمران را بخوانید. بقره و آل عمران را بخوانید که این دو سوره روز قیامت برای کسانی که آنها را می‌خواندند شفاعت می‌کنند. روز قیامت می آیند به مانند دو قطعه ابر یا دو سایبان که از میان آنها نوری خارج می گردد و یا به مانند دو دسته از پرندگانی که بالای سر شما پرواز می کنند و برای کسانی که این دو سوره را تلاوت می کرده اند شفاعت می کنند. اقرأوا الزهراوین البقره و آل عمران. این دو را بخوانید، بقره و آل عمران را بخوانید. در روایت دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که لکل شیء سنام، برای هر چیزی بلندایی است و ارتفاعی است و اوجی است و اوج و بلندا و ارتفاع قرآن کریم سوره البقره است. سوره‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم باز در روایت دیگری فرمود که قرآن را بخوانید که فانه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. قرآن روز قیامت برای کسانی که او را می‌خواندند می آید و شفاعت می کند. بقره را بخوانید. در ادامه رسول الله علیه السلام فرمود بقره را بخوانید که فإن أخذها برکه. بقره را بخوانید که گرفتن این سوره، یاد گرفتن این سوره، تلاوت کردن این سوره، تدبر در معانی این سوره، عمل به محتوای این سوره برکت است. برکت است در جان تو، برکت است در مال تو، برکت است در زندگی تو، برکت است در خانواده تو، برکت است در جمع دوستان تو، برکت است در دنیا و آخرت تو. سراسر این سوره برکت است. فإن أخذها برکه. برکت است در تمام جوانب زندگی تو. و ترکها حسره فإن ترکها حسرة. ترک این سوره حسرت است. حسرت است برای کسانی که چرا نخواندند. وقتی میبینن روز قیامت که این سوره با دوستان خود چه میکند، وقتی میبینن که این سوره با دوستان خود چه تعاملی دارد، وقتی میبینن کسانی که این سوره را خواندند چه جایگاهی پیدا کردند، چه مکانتی پیدا کردند، چه اجر و پاداشی کسب کردند، حسرت میخورد. در پایان حدیث فرمود که و جادوگران و ساحران نمیتوانند حریف این سوره شوند. این سوره است که جادوگران، ساحران، شیاطین از آن می‌گریزند. در روایت دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که خانه های خود را قبرستان قرار ندهید، خانه خود را مثل قبرستان نکنید. خانه شما خانه‌ای نشود که در آن قرآن خوانده نمی شود. قرآن بخوانید،
بخوانید، سوره بقره را بخوانید. سوره بقره را بخوانید که در خانه‌ای که سوره بقره خوانده شود، شیاطین از آن خانه می‌گریزند و فرار می‌کنند. در خانه‌ای که سوره بقره خوانده می‌شود، شیطان جایی ندارد، جن جایی ندارد، سحر و جادو در آن خانه جایی ندارد. اگر نگران این هستید، اگر احساس می‌کنید، اگر فکر می‌کنید که سحر شدید، جادو شدید، اگر گمان می‌کنید که چشم زخمی به سراغ شما آمده است، اگر گمان می‌کنید که در خانه شما برای شما اتفاقی افتاده است که مرتبط با جن و شیاطین است، درمان آن سوره مبارکه بقره است. یکی از آیات این سوره که در این سوره واقع است، آیت الکرسی است، آیه 255 این سوره که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که عظیمترین آیه قرآن کریم است. بزرگترین آیه در مکانت و جایگاه در قرآن کریم آیت الکرسی است. الله لا اله الا هو الحی القیوم تا آخر این آیه که حتما بسیار از شما عزیزان این آیه رو از حفظ دارید و از بر می‌خوانید. درباره این آیه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که این آیه وقتی خوانده شود، جنها و شیاطین می‌گریزند از این آیه. شیاطین از این آیه فرار می‌کنند، جرأت نمی‌کنند نزدیک شوند. و فرمود هر کسی که این آیه را بخواند پشت سر هر نماز، یعنی اینکه متصل بعد از اینکه امام سلام می‌دهد در نمازهای 5 وقت، وقتی انسان نماز 5 وقت خود را می‌خواند، نماز جماعت یا نماز فراد، حتی نماز فرض خود را یا واجب خود را می‌خواند، وقتی که سلام می‌دهد سوره این آیه را، آیه 255 یعنی آیت الکرسی را بخواند، رسول الله علیه السلام فرمود که بین این فرد و جنت فقط مرگ فاصله است. یکی از مژده‌های بهشت، یکی از راه‌های رفتن به بهشت خواندن یکی از آیات این سوره است. آیه 255 بعد از هر نمازها سر وقت خوانده شود و این آیه تلاوت گردد و رسول الله علیه السلام فرمود که این آیه سبب بهشت رفتن می شود. آیه عظیمی که بزرگترین آیه کلام الله مجید نامیده شده است در این سوره واقع است. آیه 255 که درباره الله متعال و صفات عظیم الله متعال سخن میگوید که در وقت مقتضی آن به تفصیل در این آیه و محتوای این آیه صحبت خواهیم کرد. دو آیه دیگر در این سوره رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، دو آیه آخر سوره مبارکه بقره، آیه 285 و 286 این سوره، هر کسی که در یک شب این دو آیه را بخواند کفتهو، برای او کافی است. در شارحین حدیث از ائمه اهل سنت فرمودند در قولی که کفتهو یعنی این که برای او کافی است از شر شیاطین، از شر سحر و جن و جادو و طلسم و چشم زخم در امان است. کفتهو برای او کافی است، او را در امان قرار می‌دهد از شر شیاطین، از شر هر آن چیزی که او احساس خطر می‌کند. و برخی از شارحین حدیث گفتند کفتهو به این معناست که برای او کافی است از عبادت شبانه‌ای که انجام می‌دهد، اگر انجام ندهد، به جای نماز تهجدش، به جای تلاوت شبانش، به جای اذکاری که در شب می‌خوانده است، اگر همین دو آیه آخر را بخواند از آمن الرسول بما انزل الیه من ربه تا آخر سوره، برای او کافی است. دو آیه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودند و جبرائیل امین علیه السلام، امین آسمان در کنار امین زمین نشسته بودند و صدایی از آسمان آمد. جبرائیل علیه السلام سر خود را با آسمان بلند کرد و فرمود یا رسول الله، ملکی از ملائکه آسمان، از ملائکه الله متعال به زمین آمده است که اولین بار است به زمین می آید، قبل از این تا به حال نیامده است و او به شما سلام می کند و به شما مژده آورده است. آن ملک به رسول الله علیه السلام سلام کرد و فرمود که یا رسول الله، شما را مژده می دهم به دو نور عظیمی که به شما داده شده است و به هیچ یک از پیامبران قبل از شما داده نشده است. یکی سوره مبارکه فاتحه است و دیگر دو آیه آخر سوره مبارکه بقره. این دو آیه عظیم در این سوره واقع هستند. آمن الرسول تا آخر سوره، دو آیه که در این سوره واقع هستند. سوره مبارکه بقره علاوه بر این که در برگیرنده بزرگترین آیات از لحاظ
جایگاه و معنا در خود هست. سوره آیت الکرسی در این سوره و 2 آیه آخر سوره مبارکه بقره آخرین آیه‌ای که نازل شده هست رو هم در خود دارد. سوره مبارکه بقره آیه 281 این سوره واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. این آیه در آخرین آیاتی است. این آیه در این سوره از آخرین آیاتی است، بلکه آخرین آیه است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. آخرین آیه‌ای که از قرآن کریم نازل شده است این آیه است واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. بترسید و برحذر باشید از آن روزی که به سوی الله متعال باز می‌گردید و هر نفسی اعمال خود را به خوبی در خواهد یافت و به هیچ کسی ظلم نخواهد شد. آخرین آیه در این سوره است که نازل شده است. بزرگترین آیه از لحاظ مقام و جایگاه در این سوره است. بزرگترین آیات و طولانی ترین آیه هم در قرآن کریم در همین سوره است. طولانی ترین آیه قرآن کریم آیه 282 این سوره 1 صفحه کامل از قرآن کریم رو در بر گرفته. طولانی ترین آیه قرآن کریم است که به آیه مداینه معروف است و درباره معاملات سخن میگوید. در این سوره مبارکه واقع است. سوره مبارکه البقره. سوره مبارکه بقره سوره است که در مدینه منوره نازل شده است. سوره مدنی است، یعنی از جمله سوره هایی است که از ابتدا تا انتها تمام 286 آیه این سوره در مدینه منوره نازل شده است. از ابتدای ورود رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه، از آنجا که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه با دشمنان جدیدی روبروست، با گروهی روبروست به نام یهود که از بنی اسرائیل هستند و خود را مدعیان پیروی موسی علیه السلام می‌دانند و مدعی پیروی کتاب آسمانی تورات هستند. همان توراتی که در طول قرنها همین بنی اسرائیل آن را بارها و بارها تحریف کرده بودند. یهود از دشمنان سرسخت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه بودند. در کنار آن منافقانی در مدینه زندگی می‌کردند که به دروغ ادعای اسلام کردند و اینها به مانند گرگی که پوستین میش به تن کرده است و به مانند این دست آهنینی که دستکشی از حریر به دست دارد در میان مسلمانان آمده بودند و نفوذ کرده بودند. الله متعال برای رسولش این افراد رو معرفی می کند. همان گونه ای که مسلمانان در میدان نبرد با این دشمنان در حال نبردند، علاوه بر یهود و منافقان، مشرکان مکه هم همچنان به نبرد خود ادامه دادند. در احد، در بدر و بعد از آنها در خندق و این جنگ ادامه داشت. همان گونه‌ای که مسلمانان و صحابه رسول صلی الله علیه و سلم در کنار پیامبرشان در میدان نبرد مشغول نبرد علیه این دشمنان هستند، سوره مبارکه بقره نازل می شود و الله متعال این سوره رو نازل می فرماید و آیات این سوره نیرو می بخشند به صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و در میدان نبرد اونها رو، در میدان نبرد با یهود، در میدان نبرد با منافقین، در میدان نبرد با مشرکین اونها رو نصرت و یاری میکنن، به اونها برنامه میدن، به اونها درس میدن، برنامه های اونها رو معرفی میکنن، از مسلمانان دفاع میکنن و این سوره در میدان حمایت میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در طول تاریخ مدینه منوره. سوره مبارکه البقره نامش هست البقره. البقره یعنی گاو. این سوره که بزرگترین سوره قرآن کریم است نامش گاو است. نام این سوره برگرفته از داستانی است و حکایتی است در این سوره که یکی از 5 حکایت عجیب زنده شدن در این سوره است. این سوره یک نیروی عظیمی دارد برای زنده کردن. این سوره یک نیروی عظیمی در خود دارد که زنده میکنه انسان رو. این سوره در هر آیه این سوره، در تعداد آیات این سوره وقتی نگاه بکنیم 286 آیه دارد، اما نام مبارک الله متعال بیشتر از تعداد آیات در این سوره ذکر شده است. 290 مرتبه نام مبارک الله در این سوره آمده است. بیشتر از تعداد آیات سوره
نام مبارک الله در این سوره ذکر شده است و این رمز قدرت این سوره است و این سوره است که نام مبارک الله در این سوره به وفور یافت می شود. چنان قدرتی در این سوره نهفته است که انسان رو زنده می کنه. چنان قدرتی در این سوره نهفته است که وقتی انسان با مفاهیم این سوره آشنا میشه و در بطن این سوره قرار میگیره و این سوره رو میخواند، رشد میکنه، تعالی پیدا میکنه. و صحابه میفرمایند که ما وقتی کسی در بین ما سوره مبارکه بقره رو حفظ میکرد در چشم ما بزرگ میشد و او را با یک چشم دیگری میدیدیم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در یکی از نبردها وقتی میخواستن برای لشکر خود فرمانده از یاران خود انتخاب بفرمایند، فرمودند چه کسی بقره را حفظ دارد؟ گفتن فلان. فرمود که فرمانده لشکر تو هستی. این سوره است که حیات می آورد. در این سوره همان گونه ای که این سوره زنده می کند 5 داستان عجیب زنده شدن در این سوره ذکر شده است. یکی از این داستان ها که دومین داستان از این 5 داستان در این سوره است، داستان زنده شدن یک فردی از بنی اسرائیل است که مرده بود و او را کشتند. برادرزاده او را کشت تا مال و ثروت او را به ارث ببرد و در باره پیدا کردن قاتل او مردم بنی اسرائیل با هم اختلاف کردند و نزدیک بود یک درگیری بزرگی بیانجامد. این اختلاف پیش موسی علیه السلام میروند و از او میخواهند تا راه حلی پیدا کند، از الله متعال بخواهد تا قاتل را برای آنها پیدا کند. الله متعال با آنها امر میکند تا گاوی را ذبح بکنند و قطعی از بدن این گاو رو با آن مرده بزنند و او زنده شود و سپس سخن بگوید و قاتل خود را معرفی بکند. اینها در راه پیدا کردن این گاو هی سوال کردند و هرچه بیشتر سوال کردند کار برای اونها سخت‌تر شد. به جای اطاعت از اوامر و دستورات الله متعال و پیامبر الهی هی به دنبال چرا و چگونه بودند و هرچه چرا و چگونه پرسیدند کار سخت‌تر و سخت‌تر شد تا اینکه آن گاو رو پیدا کردند و کشتند و بعد قطعی از بدن او رو به این فرد زدند و این فرد زنده شد و گفت که برادرزاده من فلانی مرا کشته است و دوباره مرد از دنیا رفت. سوره به نام این داستان است. و از حکمت‌هایی که این سوره به نام این داستان مسمی شده است این هست که به کسانی که این سوره را می‌خوانند می‌فهماند که در راه اطاعت از الله متعال و اوامر رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر چون و چرا آوردید، اگر به دنبال علتها گشتید، اگر نپذیرفتید، اگر نگفتید سمعنا و اطعنا، آنچه که صفت مؤمنین است، آنچه که صفت انبیای الهی بوده است، شما به مانند بنی اسرائیل دچار مشکل خواهید شد. نباید چون و چرا بیاورید، بعد اطاعت بکنید آنچه الله و رسول به شما فرمودند. این یکی از حکمت‌هایی است که در این داستان نهفته است و روح این داستان است. و دوم این که برای ما الله متعال از حکایت دوباره زنده شدن میگوید که من دوباره زنده خواهم کرد شما رو و این سوره زنده میکند انسان رو. غیر از این داستان که در آیات 67 تا 73 از این سوره آمده است، ما 4 داستان دیگر زنده شدن هم داریم. در آیه 55 و 56 همین سوره قبل از این داستان گاو، الله متعال از داستان تقاضای ملاقات بنی اسرائیل با الله متعال صحبت میکند و این کانها را موسی علیه السلام به دستور الله متعال به کوه میبرد، به کوه طور، و آنجا تجلی از خود را به آنها نشان میدهد و آنها الله متعال رو نمیتوانند ببینند و الله متعال در دنیا قابل رؤیت نیست و در آخرت فقط قابل رؤیت است و آنها میمیرند و الله متعال میفرماید ثم بعثناکم من بعد موتکم. به لطف الله متعال و به دعای موسی علیه السلام اینها دوباره زنده میشوند و برمیگردند. غیر از این ما در آیه 243 این سوره داستان قومی را داریم که برای فرار از مرگ ترسیدند و از سرزمینی که تا اون آمده بود خارج میشوند به این امید که نجات یابند، اما مرگ آنها را فرا میگیرد. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم.
آیا ندیدی حکایت آن کسانی رو و نشنیدی وصف حال آن عده‌ای که از مرگ گریختند و هزاران نفر بودند گمان می‌کردند که می‌توانند از مرگ بگریزند و الله متعال به همه آنها مرگ داد و سپس دوباره آنها را زنده کرد. داستان چهارم داستان زنده شدن پیامبر بزرگواری به نام عزیر علیه السلام است. در آیه 259 الله متعال حکایت از پیامبری می کند. یکی از اولیای الله متعال مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها، بر قریه‌ای گذر کرد که سقف آنها به زمین چسبیده بود و پرسید که یا الله تو چگونه زنده می کنی کسانی را که مردن و خاکستر شدن در زیر این دیوارها و سقفها؟ برای تعجب برای او پرسید این حکایت رو. فاماته الله 100 عام ثم بعثه. 100 سال به او مرگ آمد و همانجا از دنیا رفت و سپس زنده شد و الله متعال میپرسد چقدر گذشت؟ کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. یک روزی یا نصف روزی گذراندم. این حکایت چهارمین داستان است که جزئیات این داستانها در وقت خودش در این درس به همراه شما به تفصیل بیان خواهد شد. و دوباره الله متعال او را زنده میگرداند و حیوانی که به همراه اوست از بین رفته است و غذا و آب او همچنان بعد از 100 سال همچنان به حالت خود باقی مانده است. پنجمین داستان زنده شدن در سوره مبارکه بقره حکایت ابراهیم علیه السلام است و آنچه که از الله متعال میخواهد تا به او نشان دهد که چگونه مردگان را زنده میکند. الله متعال میفرماید اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی. آیا ایمان نداری ابراهیم به من که چگونه زنده میکنم؟ میفرماید بله، ولی میخواهم تا قلب من آرام گیرد. و داستان 4 پرنده‌ای که الله متعال امر میفرماید که ابراهیم علیه السلام آنها را بیاورد، قطعه کند، گوشت آنها را با هم مخلوط کند، هر کدام را سر یک کوهی بگذارد، 4 قسمت کند، سپس آنها را فریاد بزند و ندا کند تا هر کدام از آنها بیاید و جلوی پای ابراهیم راه برود. این داستان پنجمین داستان زنده شدن در این سوره است. 5 داستان دوباره زنده شدن بعد از مرگ. در سوره مبارکه بقره نشان از این دارد که این سوره انسانی را که قلب او مرده است دوباره زنده می کند، دوباره به حیات بر می گرداند، دوباره او را به حرکت می اندازد. سوره مبارکه بقره سوره است که حول محور داستان سوره، محتوای سوره، آنچه که در این سوره عظیم آمده است، حول محور خلافت انسان روی زمین می گردد. الله متعال در ابتدای این سوره بعد از بیان اوصافی از قرآن کریم و 3 دسته انسانهایی که در برابر قرآن کریم قرار می گیرند، کسانی که به او ایمان می آورند، کسانی که ایمان نمی آورند و کسانی که ایمان نیاوردند و به دروغ می گویند ایمان آوردند که همان منافقانند، الله متعال اولین خطاب خود را به بشریت برای به وحدانیت عبادت کردن او بیان می دارد در آیه 21 و سپس بعد از آن الله متعال اشاره به خلقت آسمان و زمین می فرماید و خلقت آدم علیه السلام و حکایت را از آغاز برای ما بیان می فرماید. الله متعال در سوره مبارکه بقره برای ما داستان ابتدای آفرینش را شروع می کند که آدم چگونه روی زمین آمد و چگونه به خلافت رسید. هدف از خلافت روی زمین را بیان می فرماید که آبادانی است، که آسایش برای انسان روی زمین است، که انسان آمده است تا خلیفه جنها روی زمین باشد. بعد از جنها روی زمین انسان اختیار زمین را به دست بگیرد، آبادانی بیاورد، عمران بیاورد، عدالت بیاورد، آسایش و آرامش برای خود و دیگران بیاورد و در کنار اینکه دنیای خود را آباد میکنه با اطاعت از اوامر الله متعال و زیر چتر دستورات الهی در راه رسیدن به تقوا تلاش بکند تا آخرت خود را هم آباد بکند، دنیای خود را آباد بکنه و آخرت خود را آباد بکنه. و این همان دعای مهمی است که در این سوره الله متعال به ما یاد میدهد: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. مهمترین دعایی که در این سوره ذکر می شود این دعاست که الله متعال میفهمد مؤمنان کسانی هستند که میگویند بارالله در دنیا به ما نیکی بده و در آخرت هم به ما نیکی بده و ما را از عذاب آخرت نجات بفرما و نجات بده. این داستان در ابتدا با حکایت آدم علیه السلام و همسرش
آغاز می شود و فتنه و نبرد بین فرزندان آدم و فرزندان شیطان. در ابتدای سوره مبارکه بقره الله متعال برای ما از حقیقت زندگی دنیا که نبرد بین فرزندان آدم و فرزندان شیطان است سخن می گوید. از آغاز این نبرد، چگونگی آغاز این نبرد و چرایی آغاز این نبرد می گوید. از آمدن پدر و مادر ما آدم و حوا علیهم السلام به زمین می گوید و آنچه که روی زمین آمدن و قبول توبه آنها. از لغزیدن آدم علیه السلام هم می گوید. از اینکه خلیفه اول لغزید در مأموریتی که به او داده شد و سپس بخشیده شد. بعد از آن الله متعال برای ما از بنی اسرائیل سخن می گوید. از آیه 40 سخن از بنی اسرائیل است. در 80 آیه پشت سر هم از آیه 40 تا آیه 120 الله متعال برای ما در 80 آیه از بنی اسرائیل صحبت می کند. از یک نمونه صحبت می کند در خلافت روی زمین از بین فرزندان آدم علیه السلام. قومی رو الله متعال بیان می کند و فرزندان یعقوب علیه السلام که مسمای به بنی اسرائیل هستند. میدانید که اسرائیل لقب یعقوب علیه السلام بود و فرزندان او را بنی اسرائیل میگویند. فرزندان یعقوب علیه السلام و فرزندان او و نوادگان او که الله متعال میفرماید من با آنها لطف و احسان فراوان دادم و از میان آنها پیامبرانی برگزیدم، از میان آنها پادشاهانی انتخاب کردم. بنی اسرائیل این عده به جای اینکه نعمت الله متعال رو سپاسگزاری کنند، تقوا پیشه بکنن، مسیر درست را انتخاب بکنن، به بیراهه می روند. عهد و پیمانی رو که الله متعال با آنها بسته می شکنند، خیانت می کنند، پیامبران خود را می کشند، کتابهای آسمانی تورات و انجیل رو تحریف می کنند، به جان هم می افتند. پیمانهایی رو الله متعال از آنها گرفته. الله متعال نعمتهای خود رو با آنها بیان می دارد. چگونه آنها را نجات داده از دست فرعون به تفصیل بیان می کند. آزمایش هایی که در مسیر راه آنها قرار گرفته، زندگی آنها با موسی علیه السلام، چگونه موسی علیه السلام با آنها پیش آمد و چگونه آنها را از دست فرعون نجات داد و بعد از فرعون با موسی علیه السلام چه کردن این عده، به تفصیل همه این عهد و پیمان ها را بیان می کند. از خیانت های آنها می گوید. از این می گوید که اینها به جای اینکه خلیفه خوبی باشند برای اولیای الله متعال، برای آبا و اجدادشون از پیامبران الهی، به بیراه رفتن، گفتن سمعنا و عصینا. به جایی که بگن سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، گفتن سمعنا و عصینا، شنیدیم و نافرمانی کردیم. اینا راه نافرمانی را پیش گرفتن و از مسیر خارج شدن. بنی اسرائیل که یهودیان و مسیحیان از این گروه هستند، اینها به جای هم افتادند تا جایی که وقالت الیهود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیهود علی شیء. اینها گفتن یهود هیچی نیستن، آنها گفتن نصارا هیچی نیستن. به جان هم افتادند، از مسیر توحید بیرون رفتند، به شرک مبتلا شدند. اینها به شرک رفتند، پیامبران الهی رو به خدایی گرفتند، کتابهای آسمانی رو تحریف کردند و زمان آن رسیده بود. الله متعال بعد از اینکه داستان بنی اسرائیل رو برای ما به تفصیل صحبت می‌فرماید و صحبت می‌کند و بیان می‌دارد، یک نمونه شکست خورده‌ای از کسانی که قرار بود خلافت رو روی زمین به عهده بگیرند، آبادانی بکنند، اینها اطاعت بکنند از دستورات الله متعال، اما اینها به پیامبران الهی هم رحم نکردند. سلیمان علیه السلام رو کافر دانستند، به پیامبران دیگر رحم نکردند و بسیاری از آنها رو کشتند. با وجود اینکه اینها خود را از فرزندان ابراهیم علیه السلام و پیروان ابراهیم علیه السلام می‌دانستند. بعد از این که الله متعال 80 آیه درباره این عده صحبت می‌کند، سخن از ابراهیم می‌آید و الله متعال به ما میگوید که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اینها به بیراه رفتند و اینها از شما هم راضی نخواهند شد تا وقتی که شما را مثل خود نکنند. سخن از ابراهیم علیه السلام می آید بعد از اینکه یک نمونه شکست خورده از خلافت روی زمین مطرح می شود، یک نمونه موفق می آید. ابراهیم علیه السلام، پیامبری که نامش در این سوره 15 مرتبه ذکر شده است، بیشتر از موسی علیه السلام. و عجیب این است با وجود اینکه داستان بنی اسرائیل در سوره مبارکه بقره 1/3 این سوره رو نسبتاً به خود اختصاص داده است، اما نام ابراهیم علیه السلام بیشتر از نام موسی علیه السلام در این سوره ذکر شده است.
15 مرتبه نام ابراهیم علیه السلام در این سوره آمده، در حالی که نام موسی علیه السلام 12 مرتبه در این سوره ذکر شده است. و این نشان از این دارد که ابراهیم علیه السلام آن شخصیت عظیم، برای ما الله متعال از ابراهیم جان میگوید و آزمایش هایی که در مسیر راه او قرار گرفت. صحبت از اسماعیل می شود، صحبت از صفا و مروه می آید، صحبت از هاجر می شود، صحبت از مقام ابراهیم است و زمزم، صحبت از بیت الله الحرام است و صحبت از بازسازی کعبه است. در بعد از داستانی که الله متعال از بنی اسرائیل ذکر می‌فرماید، ابراهیم علیه السلام رو که اینها مدعیان پیروی از او هستند، هم مسیحیان هم یهودیان خود را ادیان ابراهیمی می‌دانند، الله متعال می‌فرماید که ابراهیم آن شخصیتی است که در تمامی امتحانات خود موفق بوده است. اگر کسی ابراهیمی است، کسی که ادعا می‌کند ابراهیمی است، ابراهیمی حقیقی کسی است که جای پای ابراهیم قدم می‌گذارد، دور کعبه‌ای که ابراهیم بنا کرده طواف می‌کند، به حج می رود، عبادت می کند، قبله او کعبه است. صحبت از قبله می آید و تغییر قبله. بعد از این در ابتدای جزء دوم صحبت از تغییر قبله می آید. بعد از این که الله متعال از انحراف یهود و نصارا می گوید، صحبت از تغییر قبله از بیت المقدس، از مسجد الاقصی به کعبه می آید. الان دیگر نوبت خلافت مسلمانان است. الان امت دیگری آمده است که رهبری را و پرچم رهبری را به دست میگیرد. الان پیروان محمد مصطفی علیه السلام که ثمره دعای ابراهیم علیه السلام است، در مکه مکرمه آماده است. از فرزندان اسماعیل علیه السلام کسی آمده است که رهبری را به عهده گرفته، در مکه مکرمه خانه کعبه را بنا کرده، تجدید بنا شده. ابراهیم علیه السلام و اسماعیل تجدید بنا کردن و الان محمد مصطفی علیه السلام قبله را تغییر میدهد. صحبت از تغییر قبله می آید، صحبت از رهبری جدید می آید، صحبت از گروه می آید که دیگر الان زمامدار رهبری دینی بر روی زمین هستند. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و پیروانش و قبله جدید آنها که مکه است و کعبه است. الله متعال بعد از آن صحبت از جهاد می کند. صحبت از جهاد می شود، صحبت از روزه رمضان می آید، صحبت از حج می آید، صحبت از زکات می آید. از 5 رکن دین مبین اسلام، شهادت ان لا اله الا الله، شهادتین و کلمه لا اله الا الله و نماز و روزه و زکات و حج، هر 5 رکن در سوره مبارکه بقره به تفصیل درباره آنها صحبت می شود. آیات روزه در سوره مبارکه بقره آمده است. در سوره مبارکه بقره از رمضان میگوید الله متعال، از روزه میگوید، از احکام روزه میگوید، از دعای در رمضان میگوید، از نزول قرآن در رمضان میگوید، از اهمیت رمضان میگوید. الله متعال در این سوره برای ما از حج میگوید، از عمره میگوید، از احکام حج و عمره میگوید، از عرفات و منی و مزدلفه میگوید و اینها را مقدمه‌ای برای جهاد مطرح میکند. روزه و حج را مقدمه‌ای برای مباحث جهاد که بعد از آن ذکر میشوند. بعد از این که الله متعال برای ما از رمضان صحبت میکند، از حج صحبت میکند که رمضان و حج مدرسه است برای تربیت، مدرسه است برای ساخت. از جهاد در برابر ظالمان و مستکبران و منافقان میگوید. آیات جهاد می آید، آیات جهاد به میان می آید و سخن از جهاد می آید، ابتلا می آید، آزمایش می آید و الله متعال برای ما آیات جهاد رو مطرح می کند. و عجیب این است که در خلال آیات جهاد که از آیات 214 به بعد آیات جهاد آغاز می شود، در خلال آیات جهاد، این آیات جهاد تا آخر جزء دوم ادامه پیدا می کند، تا آیه 252 تا آخر جزء 2 آیات جهاد برای ما ادامه پیدا می کند. در خلال آیات جهاد که در ابتدا و در انتهای آیات جهاد حکایت از جهاد طالوت و جالوت است، حکایت از مبارزه طالوت و جالوت و حکایت از پیروزی و پهلوانی داوود علیه السلام و موفق شدن و پیروزی مسلمانانی که تعداد اندکی هستند، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله، و از پیروزی مجاهدانی که اندک هستند در برابر ظالمان میگوید. در میان آیات جهاد
در بطن آیات جهاد صحبت از خانه و خانواده است. یکی از حکایت‌های لطیف و عجیب سوره مبارکه بقره واقع شدن آیاتی است که مرتبط به نظام خانواده است. در خلال آیات جهاد، قبل از این آیات صحبت از جهاد است، بعد از این آیات دوباره صحبت از جهاد است. آیاتی که از آیه 220 در سوره مبارکه بقره آغاز می شود موضوع بحث یتیم و بعد از اون خانواده شروع می شود و ازدواج شروع می شود تا می رود تا آیه 238 که مباحث طلاق به اتمام می رسد تا آیه 242 پیش می رود این موضوع. بعد از اون دوباره آیات جهاد صحبت می شود. اشاره لطیفی به ما دارد که یکی از بزرگترین انواع جهاد، جهاد در خانواده است. تشکیل خانواده است. صحبت از تشکیل خانواده می شود. از خواستگاری صحبت می شود در این سوره. از مهریه صحبت می شود. از ازدواج صحبت می شود. از رابطه همبستری و منع آن و محدوده آن صحبت می شود. با چه کسانی ازدواج صورت بگیرد، با چه کسانی ازدواج صورت نگیرد صحبت می شود. از حقوق زناشویی صحبت می شود. از رابطه زن و شوهر با یکدیگر به نیکی و احسان صحبت می شود. از حاملگی و دوران حاملگی صحبت می شود. از تولد فرزند و حتی مدت شیر دادن به فرزند در این سوره صحبت می شود. در این سوره از 2 سال شیر دادن به بچه صحبت می شود. از حقوق بچه صحبت می شود. از مخارج زندگی که به عهده کیست صحبت می شود. از مسیر زندگی صحبت می شود. از فوت یکی از همسرها صحبت می شود. از بیوه شدن صحبت می شود. از حقوق بیوگان صحبت می شود. از طلاق و حکایت تلخ طلاق اگر اتفاق افتد صحبت می شود. از ازدواج بیوه و مطلقه سخن می گوید. از یتیم سخن می گوید الله متعال. تمام آنچه که درباره زندگی در کانون خانواده، احکام زندگی در کانون خانواده نیاز هست، الله متعال در این سوره صحبت می کند. از خانواده موفقی به مانند ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و هاجر می گوید. از خانواده می گوید که لغزیدند، آدم علیه السلام و حوا که الله متعال آنها را بخشید. از این خانواده ها برای ما سخن می گوید در این سوره. از فرزندان یعقوب علیه السلام برای ما سخن می گوید. و این داستان خانواده به تمام تفاصیل نظام خانواده رو برای ما سخن می گوید. بعد از این که آیات جهاد تمام می شود دوباره الله متعال در پایان سوره موضوع انفاق رو صحبت می فرماید. جهاد نیاز به انفاق دارد. جهاد نیاز به کمک مالی دارد. جهاد نیاز به حمایت مالی دارد. صحبت از انفاق می آید. اجر و پاداش انفاق از آیه 260 به بعد موضوع انفاق تا آیه 275 مطرح می شود. در 3 صفحه متوالی الله متعال برای ما در آیات مختلف احکام انفاق را مطرح می فرماید. فضیلت بخشش، فضیلت انفاق، چگونگی انفاق و کسانی که با آنها باید انفاق بشود. و همه اینها را الله متعال به تفصیل برای ما صحبت می فرماید. منع از ریاکاری در عبادت صحبت می شود. از معاملات اقتصادی به صورت عموم سخن می گوید. از پرهیز از رباخواری صحبت می کند. از خطر ربا بر اقتصاد اسلامی می گوید. در طولانی ترین آیه قرآن در آیه 282 سخن از اخلاق معامله در اسلام می گوید. طولانی ترین آیه قرآن درباره اخلاق معامله صحبت می کند و اقتصاد صحبت می کند. در همین سوره ما را از خوردن مال دیگران به حرام منع می کند. از قمار منع می کند. از شراب منع می کند. از فساد اخلاقی منع می کند. از دزدی منع می کند. در این سوره درباره نظام اقتصادی صحبت می شود. نظام مالی صحبت می شود. نظام خانواده صحبت می شود. درباره مسائل جنایی و قضایی صحبت می شود. صحبت از قصاص می آید. صحبت از وصیت و وصیت کردن می آید. اینها مسائلی است که در این سوره به تفصیل در ابعاد مختلف زندگی سخن گفته می شود. سوره است که تمام ابعاد زندگی انسان رو در بر گرفته. تمام ابعاد زندگی انسان رو این سوره در بر گرفته و درباره همه اینها سخن میگوید. همه اینها رو صحبت میفرماید. سوره بسیار عظیمی است که با صفات متقین در ابتدای سوره آغاز میگردد و با دعای متقین و مؤمنان در پایان سوره به اتمام میرسد. تمام ارکان اسلام در خود دارد و ارکان ایمان را با خود دارد. در آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. و اینها آیاتی هستند که الله متعال برای ما مطرح می‌فرماید.
صحبت از ارکان اسلام، صحبت از ارکان ایمان، صحبت از دعای متقیان در پایان این سوره که چگونه دعا میکنند که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. بار الها اگر اشتباه کردیم و خطا کردیم بر ما سخت نگیر، همان گونه‌ای که بر پدر ما آدم و حوا که در این سوره خود فرموده ای خطا کرد و او را بخشیده ای، ما را ببخش. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اون کسانی که بر اونها باری سخت آمد و نتوانستند تحمل کنند مثل اهل کتاب، ما را به مانند آنان قرار نده. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ما را ببخش، رحم بکن، از ما درگذر. وانصرنا على القوم الكافرین انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. بار الها تو مولای مایی، ما را یاری کن بر قومی که کافر هستند. با این دعای عظیم در پایان به اتمام میرسد. در این سوره ما از ابتدا تا انتها معانی و مفاهیم بسیار عظیمی رو داریم که میطلبد ما و شما بیشتر درباره این سوره بنشینیم، تفکر بکنیم و تدبر بکنیم، این سوره رو تلاوت بکنیم. تلاوت این سوره رسول الله علیه السلام فرمود که من نمیگویم که الف لام میم یک حرف است. هر کسی یک حرف از قرآن را بخواند 10 اجر و پاداش برای او نوشته می شود. و من نمیگویم که الف لام میم یک حرف است که در ابتدای این سوره در آیه اول می آید، بلکه الف آن یک حرف است و لام آن یک حرف است و میم آن یک حرف است. یعنی به مجرد خواندن الف لام میم 30 اجر و پاداش به انسان می رسد. 25600 حرف دارد این سوره و اگر کسی یک بار این سوره را کامل بخواند 256000 اجر و پاداش میبرد و یکی از این اجر و پاداش ها میتواند پرونده اعمال ما را در روز قیامت کاملا تغییر دهد و زندگی میلیاردها سال پیش روی ما را در قیامت متحول سازد. یک اجر میتواند حتی روز قیامت پرونده مسیر زندگی میلیاردها سال پیش روی انسان را تغییر دهد. سوره بقره را بخوانید. بار دیگر این حدیث را تکرار میکنم که رسول الله علیه السلام فرمود سوره بقره را بخوانید فان اخذها برکه. این اخذ این سوره، گرفتن این سوره برکت است در مالتان و جانتان و زندگیتان، خانوادهتان و دوستانتان در دنیا و آخرتتان. و ترکها فان اخذها برکه و ترکها حسره. ترک آن حسرت است و ساحران و ظالمان و جادوگران نمیتوانند به شما نزدیک شوند تا وقتی بقره همراه شماست. در این برنامه ها و این مجموعه برنامه ها بعد از این نیت داریم به همراه شما سروران به تفاصیل آیات این سوره مبارکه عظیم بپردازیم. خلاصه ای بود از آنچه که در این سوره مطرح خواهد شد و مفاهیم سوره و آیات سوره و اینکه مکی است یا مدنی و اینکه چرا مسمای به البقره شده و هدف اصلی این سوره کمان بیان حقیقت خلافت انسان روی زمین و چگونگی رفتار او روی زمین است. به این امید که الله متعال من شما توفیق بده تا بتوانیم که بندگانی خالص و مخلص برای او باشیم و از جمله دوستان بقره قرار بگیریم که روز قیامت شفاعتگر من و شما باشد. همراه ما باشید در برنامه‌های آتی. همین شما سروران به الله متعال میسپارم تا دیدار دیگر. الله یارتان باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.